سلام بچه‌ها، حالتون چطور؟ به ویدیو امروز من خیلی خوش اومدین بچه‌ها. من مکس فایتی هستم. بچه‌ها امروز یه روش براتون آوردم راجع به همین گان لژند رایگانی که اکتیویژن خودش داره میده. خب با کارت میتونید رایگان گانا رو بزنید. خب یه روش براتون آوردم تضمینی، احتمال 60% یا 65% احتمالش هست که شما بتونین گانو از توش دریافت بکنید. خب بستگی به خودتون داره دیگه، خودتون و شانستون داره، چه یه بار، چه دو بار، چه سه بار، چه چهار بار احتمالش هست، ولی تو این یکی دو بار سه بار احتمال هست گانو بهتون بده. این روشو من به یکی دو تا از بچه‌ها گفته بودم، انجام داده بودن دفعه پیش، تونسته بودن 47 لژند رایگان که اکتیویژن داشت دفعه پیش میداد و رایگان از تو گردونه بگیرن. خب با همین کارتایی که خود اکتیویژن داره میده بهتون. یه روش تضمینی آوردم براتون بچه‌ها که شما چیکار بکنین. من این روش خودم تست کردم. خب برای من نشد، برای من نشد، ولی یکی دو تا از بچه‌های دیگه که بهشون گفته بودم از قبل انجام داده بودن شده بود. بعد یه دوستی ما داریم، این دوستمون دیروز که تو آلکاتراز ما بودیم دیدیم آقا این سوچ 9 لژندو که همین اکتیویژن رایگان آورده با کارت میشه زد و گرفته. گفتیم آقا داداش چطوری اینو گرفتی اینا؟ گفت والا من یه اکانت ساختم، همین اکانت خودش، میگفت اکانت خودم زدم، راست کلام اینو نشد، عمل نکرد. خب یعنی نتونستم گانو بگیرم. بعد میگفت رفتم یه اکانت ساختم، یه اکانت جدید ساختم، ریجنشو گذاشتم ایران یا هند. ریجن ایران و هندش خیلی مهم، هند باشه بهتر. گفت ریجنشو گذاشتم هند. بعد اون روی اون چی میگن خدا اکانت هم نه تابال سی پی زده بودم، نه تابال گردونه زده بودم، نه تابال بازی کرده بودم، مثلا هیچی. میگفت یکی دو دست باش پلی دادم، بعدش رفتم کارتا رو گرفتم زدم گردونه رو. میگفت زدم گردونه رو دقیقاً تو چند دور بعدش، همین گردونه رایگانی که اکتیویژن خودش گذاشت تو بازی، میگفت تو چند دور بعدش گانو سویچ رو تونستم دریافت کنم. اونطوری خودش به من میگفت. بعد میگفت یکی از دوستان همین روش رو بهش گفتم انجام داد، تونست بگیره. خب اون اینطوری به من میگفت. بعد منم گفتم خب بیام اینو سریع ویدیو ازش بسازم بدم به بچه‌ها تا این گانه نرفته لژنده سریع بتونن از تو گردونه بگیرن، بزنن، حال کنن و بزنن عشق کنن. یعنی تو دلم همچین چیزی بودش. خب برای شما حالا بچه‌ها این منطقه اکتیویژن رو ببینین، از پشت در طرف پشت دره داره آرمون میزنه، بهش شات میزنم، تیرو اصلا چیز نمیشه، والبنگ نمیشه، به خدا موندم. بعد اچس میگم بیوای پفک ها، نه تو دل طرف، تو سر طرف بهش شات زدم، از فاصله یک قدمی وست شکست. بچه‌ها بیوای رو زمین رو به هیچ وجه ور ندارید. بریم سراغ آموزش. شما بچه‌ها میرید وارد قسمت گانا میشید. خب وقتی وارد قسمت گاناتون شدین روی اون گزینه وسط اشتباه نکنم کلیک میکنین، بعد اون همین گزینه بغل پایین دست راست کلیک میکنین. اینجا گانای لژند دیگه هم هست اگه بخواید رایگان بزنید. خب من روی این زدم، وارد شدم. خب اینجا شما میتونید رایگان به مدت چند بار این گردونه ها بزنید. خب حالا دو تا روش داره برای گرفتن این گردونه رایگان. اولی روشش اینه بچه‌ها، کارت، هرچی کارت هست و داخل بازی جمع کنید، مثلا حدود 500 تا 600 تا 1000 تا خیلی کارت یه دفعه جمع کنید. خب بعد اینکه اون کارت ها رو جمع کردید این گردونه رو بزنید، کاملش کنید، اون موقع گانو میتونید دریافت کنید. این یکی از روشاشه. روش دومش اینه برید روی یه اکانت جدید بسازید، ریجن هند، روی اون اکانت این گردونه ها رو چند بار بزنید. خب احتمال داره همون بار اول که اکانت ساختین بهتون گانو بده، احتمال داره بار دوم سوم بده، ولی احتمال 50 تا 60% بهتون میده. جای نگرانی نداشته باشید. دفعه پیش که بچه‌ها تونست 47 شو بگیره با هولگرشو، این دفعه هم یکی از دوستانمون که دیروز داشتیم باشون بازی میکردیم تونست سویچشو بگیره. مطمئن باشید که شما هم میتونید بگیرید، فقط کافیه از ته دل به اون چیزی که میخواید ایمان داشته باشید. مثل که ویدیو دیدید، عاشقتونم، مراقب خودتون باشین. تا ویدیو بعدی، بای بای.